کشاورزم. همه کشت ما هست شلی، گندم، ماش، کنجد، خیال، بانجون همه ما کش میکنیم. همه کنجد دیگه مال درو میکنیم. این ما سبخ او میدیم. دیگه با گل میاد که گل میکنه ما او میدیم، این حرکت میکنه. با او دیون بازی سامپشی میکنیم که همین علف را بین ببره. با او سیون باز خود پاش میدیم. انا با برج میزان هم اول میدیم، 10 میزان این دیگه درو میکنیم، ما چیز میکنیم. که بارش ها ما را اذیت میکنیم که پخته نشه باز خون برکت نداره، روغن هم نمیکنیم مگر پخته شد. بعد اینا جمعوری میشه، درو که میشه جمعوری میشه، میاریم این زمین اول میگیریم، زمین صافه، کاغل میشه. کاغل که شد اگه زمین خوش میشه، بعد اینا جمعوری میشه، میاریم به تعدی تنوک میشه اینو. آنه تنوک که شد اگه چند روزی بیده بعد اینا خوش میشه. آنه تکون میدیم اینا جمع میکنیم، باز اینا شغل میشه، غربل میشه. باد میکشیم، بعد اینو میرو بازار خود همین کنجد از طرف مرغان میآید، از قلعه‌نو میآید، از فرح میآید، از شندن میآید، از خود ایران میآید. این کنجد به خارج میره، یک تعداد کمی ما میخریم. این میره به خارج میره، چرا که گیرانه. از دیگه کشور نمیاد، از این کشور خود ما روغن دیرم همین ایرانیا کم کم ایرانیوم میبره، به دبی هم میره، به ترکیه هم میره که روغن خیلی باشه که این روغن قدر تولید نمیشه که به هر جا بره. یعنی به اینجا استفاده میکنه. روغن کنجد این موادی نیه، این روغنی هست که این گیاهیه، این روغن گیاهیه. همین چیز داره که اگه بیشتر هم بخوری فشار هم داشته باشی نقص نمیکنه، اگه چیز قلب هم داشته باشی نقص نمیکنه، مرض قند و شکر هم اگه داشته باشی نقص نمیکنه. یا زیادتر بخوری یا کمتر بخوری.